انشاءالله ملت به مثل سابق خو برده نیست. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. ملت به مثل سابق دنبال روام نیست. ملت به مثل سابق اینقدر غافل هم نیست. الحمدلله ما در مجتمع خود جوانان بیدار داریم، ملت بیدار داریم. این جنگا و این فرازنشی به انقلابا ما را بسیار آموخته. ما امروز گل نمیخوریم. الحمدلله اینقدر توجه و اقبال مردم ما طرف دین، طرف کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم شده که هیچ حد نداره. از امو خاطر دشمن سخت وار خطاست که ما چی اهداف داریم ولی ملت به کدام طرف روان است. با ملاصب محترم با کلمات احساساتی مذهبی خود یک چهار تا جوان شاید تحریک بکنی، خو لیکن او کسی که درایت و بصیرت داره به فتوای ناحق و بی بنیادی تو به الله قسم اگر فریب بخوره، این گپ باعث میشه که اون جوان تحقیق بکنه. در روزی که مرا ملاصب فتوا داد و در این دفتر رفتم، در این دفتر چی بود؟ انجیل موجود بود یا تورات؟ چی موجود بود؟ او جوان تو را به الله قسم در روز قیامت رفتن نیستی. و روی سفید و دکاندار امو ملایی که فتوا را میده، تو را به الله قسم در او دفتر که رفتی چی را یافتی؟ قرآن، درس تفسیر و حدیث صحیح پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و تو سری چی حمله کرده ای؟ خودت یک دفعه متوجه شو که سری کجا حمله کرده ای. ای کاش که تو بالله و تو حاجی و تو صوفی و تو دکاندار و تو سردمدار و تو مجاهد که خود مجاهد میگی و لاف میزنی که ما از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع میکنم. کاش که تو از مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله دفاع بکنی. کاش که تو بشناسی مذهب امام ابو حنیفه رحمه الله را. کاش که تو حمله میکردی به یک فاحشه خانه. دم منطقه که تو این فتوا را میدی جناب بچه را کالای زن پوشانده میشه و رقصانده میشه. شو تا صبح ساز است. لواطت به سطح جهان نشر شد که مرکز لواطت در افغانستان است. ها جناب مولایی که فتوا داده ای تو را به الله قسم در همسایگی دمی کار نمیشه. کدام شبکه‌ای که خیلی فحاشی را عیاشی را نشر میکرد رفتی و یورش برده ای؟ در کدام مجلس قمار یورش برده ای؟ در کدام تویی که اونجا خیلی به حیایی شده بود توی مردم تحریک میکردی و میبردی که هجوم میبردن؟ امروز برات میگفتیم که آفرین شاباس. تو در جایی که قرآن حدیث در درس داده میشد او را یورش برده ای. پورتال مستقل اطلاعاتی اخبار سنه 30 می نوار ویدیویی را نشر نمود که در آن کارکنان حفظی حقوق در یکی از کوچه های پایتخت پیش راهی دو زن حجابپوش را گرفتند. در نوار ویدیویی مشاهده کرده می شود که یک نفر کارکنی میلیسا و یک نظامی پیش راهی دو زن را بستند. کارکنی نظامی می گوید که کمی دیرتر از اینجا هیئت نمایندگان رسمی می گذرند. بنابراین از گذرگاه مذکور گذشتن با لباس حجاب منع است و طلب دارد برای ادامه دادن راه رویمال را به در نمایند. ممکن است، خطر ممکن است. خطر ممکن است. یادرس میکنیم که پوشیدن حجاب نه تنها در تاجیکستان بلکه در تمام کشورهای آسیای مرکزی تعقیب کرده می شود. اگر در بعضی منطقه ها فشارآوری نسبت پوشیدن حجاب با منشوی در تحصیلاتگاه ها محدود شود، در دیگر منطقه ها کار تا جای رسیده است که در کوچه های شهری دوشنبه و خوجند گویا زنهای حجابپوش جنایتکار هستند و نسبت آنها ریدها گذرانیده می شود. توبه توبه خدا زنه دنیا مخیر شده است نیکی.
متخصصان بر آن عقیده‌اند که خاموش کردن همه نمود ظهورات اسلام به مانند واقع شده گذشته هم رژیم‌های کشورهای منطقه و هم بازیگران بزرگ به مانند روسیه و ایالات متحده آمریکا از این خیلی منفعت‌دار می‌باشند. Можно и нужно идти по пути возврата к لد کرده عالم قرآن و حدیث لد کرده طالب قرآن و حدیث لد کرده و عجیب است بی غیرت تو غنیمت میبری از یک کتاب نمیشه غنیمت میمونی تو مفهومی غنیمت فهمیدی راستی تا بگو تو را به الله قسم و عالم که توی فتوا را داده بشنو غنیمت مفهومیشه میفهمی بیچارگک در کدام داری حرب استی که ملکت کافر آوردی احراز کرده ای در دار اسلام که نامش غنیمت بگذاری تو تالی را مفهومی غنیمت هم نفهمیده ای چرا؟ تا کی گل میخوری ها مولایی تا کی گل میخوری در پارلمان نشسته تا کی اما ملت کدام طرف میره راستی تا بگو ملت اموتر خو برده است ملت خو برده نیست امروز جوان ما در تلاش عزیز که حقیقت دین چیست دین چی را میگه ما که با کدام دین معتقد هستیم این دین چی مفهومی داره چی مقاصدی داره خانی عبدالله بیک قوتبیکوف معروف با نام مولوی عبدالله یزغلومی و برادرش عزت الله قوتبیکوف روز 18 ایون در منزل زیستشان در نویه سینای شهر دوشنبه بازداشت شدند. نزدیکان بازداشت شده ها و هم یک منبع نزدیک به مقامات دولتی روز 19 ایون این خبر را در صحبت با رادیوی آزادی تصدیق کردند. مولوی عبدالله زاده جماعت یزغلوم نویه ونج ولایت مختار کوهستان بدخشان بوده. نوارهای مویزه های پرحرارتش در شبکه‌های اجتماعی نشر میشد و هواداران زیاد داشت. در سازمان‌های ممنوع و تروریستی و افراطگرا دستگیر کردند. به گفته رمضان رحیمزاده در 6 ماه امسال از 2 عمل تروریستی پیشگیری و 1 عمل تروریستی ثبت شده است. 1 عمل تروریستی در شهر اسفره بوده است ولی در این نشست درباره آن جزئیات داده نشد. سازمان‌های حامی حقوق بارها اظهارات مقامات تاجیک را درباره بازداشت افراد گمانبر به تروریسم زیر شبهه برده گفتند مبارزه با افراطگرایی همچون بهانه تعقیب مخالفان سیاسی استفاده می شود. مقامات این بیانیه‌ها را رد کردند. شبکه توحیدی ایمان زلال تقدیم میکند. کسی که نمیدوند الله مثال میگه نماز بخون، الله میگه حجاب بکن. شخص شاه پرزیدنت پیدا شود بگه که نماز من است، مسجدها و دیگر رو رفتن فایده ندارد. حجاب من است. برای که حجاب با سر میکنن با زنوای میکنن پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن و هم گمراه گشتگان. این آدم میگن که دشمن الله طاغوت و ارمی اگر که داشته باشه ارمیش هم طاغوت است. یعنی که نامسلمانند. آنها برادران ایمان هستند و مسلمان وظیفه داره که بخزه دین شه حمایت کنه، بخزه اسلام بزرگ باشه، حجاب بزرگ باشه، این یکی آنش کسی که